سلام، وقتتان بخیر. عزیزا، امروز با یک طلسم خیلی مجرد در خدمت شما هستیم. اگر شما میخواین کسی را جلب خود بکنید که از شما جدا نشه، هم وقت به حرف شما باشه، از حرف شما بیرون نروه، هم وقت مطیع شما باشه و هم وقت سازگار با زندگی، با روز و روزگار شما باشه، که حرف و حدیثی، جنگ و جدلی در زندگی شما نباشه. آقای حالا شوهر شماست، حالا همسر شماست، فرقی نمیکنه. میتونین به اسم هر کسی ایره بنویسین. عزیزا، ایره زمانی که می نویسین باید روز یک شنبه ساعت شمس بنویسید. ساعت شمس از طلوع آفتاب روز یک شنبه تا 1 ساعت 1.5 ساعت به بعدش میشه. گیره بنویسین، یک تا اسکرین شات بگیرین خودتان. به خاطر اجازهش هم کامل کافی است در کامنت همین ویدیو سبحان الله بنویسین و میتونن خودتان را درست بکنین. زمانی که نوشتین کافی است در اینجا اسم او کسی را بنویسین که باید مطیع شما باشه. اول اینجا در حرف شما باشه یا جلب توجه زیاد جلب شده طرف شما، او را بنویسین و در اینجا هم اسم خودتان می نویسین فلان و میزنین زاده و زاده فلان. اینجا اسم خودتان، اسم مادرتان می نویسین، اینجا هم اسم طرف می نویسین و بعد زاده فلان، فلان زاده فلان و اسم خودتان که میشه فلان زاده فلان. ایرا می نویسین به همین طریق و انشالله که از این 3 تا درست بکنین. یکیش پیش خودتان باشه، یکیش یک جای زیر یک سنگ بزرگ بگذارید، یکیش هم در یک درخت، یک جای بیرون از شهر یا بیرون از اون منطقه، یک جای باشه درخت بلند ببرید، با یک تار سرخ محکم ببندید و همونجا داخل ببخشید سر همون درخت آویزان بکنید. به خاطر بیرون از شهر میگم که اونجا کسی مرور نکنه و کسی نگیره. به خاطر اگر بازم با مشکل خوردید میتونید با شماره 2098 991 749 5032 با ما به تماس شوید. انشالله مشکلتان حل میشه. در تلگرام با واتساپ به تماس شوید. سلامت باشید، اوقات خوش داشته باشید.